باز هم سلام دوستان. این دفعه مسئله 237 دیریم که ویچ را میبینیم. در قطعه راهی که علامت راه دارد رسم 39. من این رسم یعنی سرعت ماشین نباید از 30 کیلومتر ساعت زیاد باشد. ماشین در همان قطعه نباید سرعتش را از 30 کیلومتر ساعت زیاد نماید. راننده ترمز فوری را پخش کرد. ناظر راه از روی ایزی چرخ ها مقرر نمود که راهی پس از ترمزخوری طی شده 12 متر است. اگر کوفیسینت سایش رزین با اسفالت خشک 0.6 باشد، آیا راننده قاعده حرکت را ویران کرده است؟ اکنون داده شده است. مسئله 237 داده شده است. درازی ایزی چرخ ها 12 متر و کوفیسینت سایش 0.6. آیا راننده برای فهمیدن آن که راننده قاعده را ویران کرده است یا نه، ما باید سرعت آن را یابیم. سرعت حرکت ماشین و حل. می نویسیم اینجا وینال هم می نویسیم، خطا نمی کنیم چون که در ابتدا با وینال حرکت می نماید و آهسته آهسته با ترمز سرعتش به 0 برابر می شود. پس می نویسیم و برابر و 0 در حرکت شونده طرح ات می گردد و و برابر 0 است البته. پس از اینجا و 0 رو می یابیم برابر ات. اکنون با ما هم معلوم نیست هم ت. ما شتاب رو از قانون های دینامیک می یابیم، از قوه ها. هنگام حرکت ترمزخوری ماشین به آن تنها قوه سایش تاثیر میکند، قوه نیو ام جی، و این قوه به ام ا برابر می شود مدولا. ام ها اختصار می شوند و ا برابر نیو ج باقی میموند. پس می نویسیم ما ا را یافتیم. اکنون برای یافتن ت از فرمولای L برابر ت کوادرات تقسیم 2 استفاده میبریم. اگر ت رو از اینجا یابیم، ت برابر 2L ریشه 2L تقسیم ا ت رو یافتیم و در وین 0 برابر ت میگذاریم. ت برابر ا برابر میو جی و ت برابر 2L تقسیم ا برابری 0.6 ضرب 10 ضرب 24 تقسیم در جای ا باز اینجا کمی خطایی شد. ما می نویسیم در جای ا می نویسیم میو ژ این می شود 2 میو ژ ال بعد برابری در اینجا می نویسم برابری 2 میو ژ ال ریشه 2 ضرب میو 6 12 ضرب 12 144 از ریشه 144 می براید 12 متر تقسیم ثانیه. ماشین با سرعت 12 متر تقسیم ثانیه حرکت کرده است. آیا او حرکت را قاعده را ویران کرده است؟ البته اگر ما 30 کیلومتر ساعت را با متر تقسیم ثانیه گردانیم، کمتر از 10 متر تقسیم ثانیه می گردد. 36 کیلومتر ساعت این 10 متر تقسیم ثانیه است، یا اینکه 12 متر تقسیم ثانیه را به
کیلومتر ساعت میگردونیم. 12 متر تقسیم ثانیه برابری 12 ضرب 3/6 کیلومتر تقسیم ساعت. 12 ضرب 3/6 تقریبا 7/2 36 7 43/2 43/2 کیلومتر ساعت. در آن قطعه ماشین با سرعت 43/2 کیلومتر ساعت حرکت کرده است و البته قاعده را ویران کرده است، چون که در اشاره راه 30 کیلومتر ساعت نشان داده بود.